به نام خداوند روزیده رهنما، سلام و درود به شما بینندگان کانال یوتیوب جهان. به چنل خودتون خیلی خوش اومدید. امروز قرار کاملترین و جامعترین تحلیل مالی رو برای ماه مهر داشته باشیم. از تحلیل بیت کوین قرار شروع بکنیم. عرض کنم خدمتتون بعد از بیت کوین قرار اتریوم رو تحلیل بکنیم. قراره که قیمت دلار و روند قیمتی و پیش بینی قیمتیش رو خدمتتون بگیم. طلا و سکه و طلای جهانی رو خدمتتون تحلیل بکنیم و پیش بینی قیمتیش رو و روندش رو با شما مشاهده بکنیم. دوستان، اول از همه با بیت کوین میخوایم شروع کنیم، با ارزهای دیجیتال میخوایم شروع کنیم و خدمتتون باید عرض کنم که ما مدت زمان مدیدی هستش که میخوایم از دوستان که توی ریزش‌های اخیر بازار که توی رنج $60,000 تا $54,000 این مدت داشته بیت کوین بازی میکرده، ما خیلی درخواست کردیم که توی این ریزش قیمتی خرید انجام بدیم. همین اخیراً از اینجا تا اینجا، یعنی قیمت $52,000 تا $64,000 شما می اومدید سرمایه گذاری میکردید و تو همین بازه زمانی کوتاه مدت میتونستید چندین میلیون تومان و اگر سرمایه‌تون بالاتر بود چند ده و چند صد میلیون تومان سود بکنید. اما نکته چیه؟ نکته اینه که اینجا، یعنی توی این نقطه، الان اگر سرمایه‌ای دارید، یعنی مثلا اومدید توی این نقاط، بذارید بهتون بگم، توی این نقاطی که دارم خدمتتون میکشم، اومدید شما خریداتون رو انجام دادید و الان یک سرمایه‌ای در اختیار دارید. اینجا وقت فروش نیست. اینجا شما این اشتباه رو نکنید که بخواید بفروشید. چرا؟ الان خدمتتون توضیح میدم علتشو. به خاطر اینکه اگر کسایی که توی این بازار دارن فعالیت میکنن میدونن که بیت کوین توی این مدت زمان بین رنج $54,000 تا $63,000 دائما داشته بازی میکرده، بالا میرفته پایین میرفته و تو همین رنج داشته فعالیت میکرده. اینجا اون جاییه که نهنگای این بازار خریدای خودشون رو انجام دادن، سرمایه های خودشون رو، سرمایه گذاری های خودشون رو انجام دادن و این یک حرکت جنبشی جدیده. یعنی چیزی که اینجا قرار اتفاق بیفته یک حرکت جنبشی جدیده. اگر بیت کوین بیاد و بخشی که شما دارید میبینید الان تو قیمت 68,000 تا دیگه، درسته؟ اگر بیاد اینو بشکونه و رو به بالا حرکت بکنه، یعنی مثلا 68,000 تا رو رد بکنه، به 69,000 تا، کانال 70,000 تا برسه، شما مطمئن باشید که بیت کوین سقف قبلی خودش رو قراره که بشکونه. مخصوصا الان که قبل از انتخابات آمریکا، شما مطمئن باشید که قیمت رو بالا خواهند برد. قیمت طلا افزایش پیدا میکنه، قیمت دلار افزایش پیدا میکنه. مثلا بیت کوین میاد تا 72,000 تا همون سقف قبلی خودش خورده پیش میره. اینجا یک ریزشی میکنه قطعا، یعنی یک اصلاحی میکنه بعد از این رشدی که داشته. شما توی این موقعیت که دارید میبینید اینجا نباید شما خرید بکنید. این روند قیمتی رو شما نگاه بندازید که رو به رشده، این بالاتر از اینم میره. میگم تا کانال 70,000 تا احتمال داره که بره. باید ببینیم که توی این بخش، توی این قیمت چه رفتاری یا از خودش نشون میده، میشکونه میره بالاتر یا اینکه نه، که احتمال زیاد قراره بشکونه. شما توی این برهه یک رفتار حرفه‌ای نیستش که بخواید خرید بکنید. الان توی شرایطی هستیم که بازار در حال رشده و شما اگر نمودار رو نگاه بندازید، هر جا که توی رشد بوده اگر خرید میکردید قطعا ضرر میکردید. نگاه کنید الان مثلا شما فرض کنید اینجا میخرید، اینجا میخریدید، اینجا میخریدید، اینجا میخریدید، اینجا. ببینید
تو هر کدوم از این موقعیت‌ها که شما بخرید ریسکتون بسیار بسیار بالاه و احتمال ریزش بسیار بسیار زیاده. پس شما منطقی نیستش که توی این نواحی بیایید خرید خودتون رو انجام بدید. شما تو چه نواحی باید خرید رو انجام بدید؟ توی این ریزش ها. می‌بینید این جاهایی که ما بارها و بارها از گذشته، یعنی ما زمانی که فعالیت این پیج رو شروع کردیم، الان من تو نمودار بهتون نشون میدم زمانی که ما فعالیت این پیج رو آغاز کردیم و ازتون درخواست کردیم که خرید خودتون رو انجام بدید، بیت کوین تو چه رنج قیمتی بوده؟ بیت کوین تو رنج قیمت 26000 تا 34000 بوده. ما تو این قیمت فعالیت خودمون رو شروع کردیم و از مردم خواهش کردیم که سرمایه گذاری خودشون رو شروع بکنن. ببینید از اون موقع تا الان، تا سقف قیمتی که زد چند ماه طول کشید؟ از قیمت 26000 تا 34000 خرید میکردید تا 73000 شما رشد میکردید. باز هم دوباره ما توی این رنج قیمت وقتی که بازار ریزش کرد و خیلی دلسرد شدن. چرا دلسرد شدن؟ چون وقتی که رشد کرد همه اومدن خریدشون رو انجام دادن، یعنی اشتباه ترین و غیر حرفه‌ای ترین کار ممکن. ما اومدیم گفتیم که شما بیایید توی این ریزش ها دلسرد نشید و خرید بکنید. کسایی که خرید کردن بردن. ما اومدیم هر جا که ریزش اتفاق افتاد مردم به ما پیام میدادن، کاربرای عزیزمون از ما سوال میپرسیدن که الان ما باید چی کار بکنیم. میگفتیم دلسرد نشید، دوباره خرید خودتون رو انجام بدید، به استراتژی سرمایه گذاری پله‌ای باور داشته باشید و سرمایه گذاریتون رو توی کف قیمت ها اتفاقا باید انجام بدید. شما نگاه بندازید من چند تا کشیدم توی این موقعیت، توی این موقعیت، توی این موقعیت. ببینید $20000 پایینتر از سقف قیمتی که زده بود. الان چقدر با سقف قیمتی قبلی خودش فاصله داره؟ تو قیمت 68000 مگه نیست؟ سقف قیمتی کجا بوده؟ سقف قیمتی 73000 بوده. یعنی هیچ فاصله چندانی نداره با سقف قیمتی خودش. پس الان وقت خرید نیست. کجا وقت خریده؟ بهتون خدمتتون توضیح دادم. انتخابات آمریکا در حال جریانه. احتمالا قیمت قراره بره بالاتر. روی دلار هم ما این مسئله رو واز میکنیم و خدمتتون توضیح میدیم. اینجا که رشد قیمت اتفاق میفته احتمالا ما یه اصلاحی خواهیم داشت و بعد از اون یک سری نوسانات و بعد از اون یک رشد قیمت تا $80000 رو خواهیم داشت. یعنی این چیزیه که من خدمت شما نویدش رو میدم. ما قراره که یک رشد تا $80000 داشته باشیم و حالا ممکنه که حالا تا همون کانال 68000 یه سری ریزش‌هایی رو شاهد باشیم، تا حتی شاید هم تا 66000 یه سری بازیایی رو بکنه، اما تارگت اولیه $80000. حتی من به شما این قول رو میدم که تارگت بعدی $100,000 و حتی $120,000 خواهد بود که حالا تا اون موقع ها ما تحلیل های دیگه هم خدمتتون خواهیم گذاشت. اما این چیزی که خدمتتون امروز دارم میگم رو حتما به یاد بسپارید که ما این قیمت ها رو از بیت کوین خواهیم دید و این حرف خودمون رو ما قبلا ثابت کردیم. کجا ثابت کردیم؟ اونجایی که توی قیمت بین $26000 تا $34000 داشته بیت کوین بازی میکرده و ما بهتون گفتیم الان وقت سرمایه گذاریه. شما یعنی اگر اون موقع سرمایه گذاری میکردید تو تمام این ریزش هایی که اتفاق افتاده، ببینید الان مثلا این پایین ترین حالت ممکن رو میزنم. شما نگاه بندازید اختلافو. شما یعنی هر چقدر این بازار میریخت به هیچ وجه سرمایه‌تون تو ضرر نمیرفت، فقط از سودتون یه خورده کم میشد که با توجه به استراتژیایی که ما تو مشاوره رایگان خودمون خدمت کاربرای عزیزمون میدیم بهتون توضیح میدادیم که شما چجوری میتونید سیو سود بکنید. یعنی مطمئن باشید که ما قطعا قیمت میرسید به این نواحی بهتون میگفتیم که یه سیو سود داشته باشید. میگم حالا پیغمبر نیستیم که دقیقاً بیایم برگردیم خدمتتون بگیم که آره این قراره که بیاد برسه به 74000 تو دقیقاً 74000 بفروشید. نه، یه خورده پایین‌ترش، مثلا تو 68000 تو 69000 بهتون میگفتیم که یه سیو سود اینجا داشته باشید ولی سرمایه‌تون رو کامل خارج نکنید. یا مثلا دارم خدمتتون عرض میکنم، من اینو پاک کنم، مثلا خدمتتون دارم عرض میکنم ما مطمئن باشید که توی این نواحی که ریزش داشتیم
بهتون میگفتیم که سرمایه گذاری کنید، سرمایه گذاری کنید، سرمایه گذاری کنید و همینجوری سرمایه گذاری خودتون رو ادامه بدید و اگر این کار رو میکردید خودتون نگاه بندازید دیگه چند تا سیو سود میتونستید انجام بدید. چقدر سیو سود شما میتونستید انجام بدید توی این نواحی. حالا اشکال نداره، گذشته ها گذشته، ولی از اینجا به بعد به خودتون ظلم نکنید، سود خودتون رو از دست ندید. حالا ما بریم سراغ تحلیل اتریوم. من این مواردی که اینجا کشیدم پاک بکنم. یه چیزی میخوام خدمتتون نشون بدم. ما تایم فریم رو یه خورده میبریم بلند مدت میذاریم. یک چیزی رو میخوام خدمتتون نشون بدم که از حوصله شما هم خارج نشه این ویدیو. این نمودار قیمتی اتریومه. من آلت کوین ها رو هم براتون بیارم خدمتتون، آلت کوین ها رو هم میخوام نشون بدم. اینم نمودار قیمتی آلت کوین ها. شما اینجا رو نگاه بندازید، این اتریوم، این آلت کوین ها و اینم بیت کوین. چه تفاوتی بین اینها میبینید؟ تقریبا میشه گفتش که روند قیمتی همشون مثل همدیگه است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بیت کوین شاخص‌ساز اصلی این بازار و حرکت بیت کوین یعنی حرکت باقی ارزها، ریزش بیت کوین یعنی ریزش باقی ارزها. حالا نه میم کوین ها یا شت کوین ها، اونا کلا یه داستان جداگونه‌ای دارن که ما توی ویدیوی دیگه به تحلیل اونا میپردازیم که میم کوین ها برای سرمایه‌گذاری مناسب هستن یا نه. ولی سناریویی که الان ما برای بیت کوین خدمتتون توضیح دادیم، دقیقاً شما اینجا نگاه بندازید، خودتون با چشتون دارید میبینید. قراره که برای آلت کوین ها و برای اتریوم هم اتفاق بیفته. اتریوم دو تا سقف زده، یه دونه اینجا یه دونه اینجا و این سقف‌ها رو نشکونده. ببینید تو قیمت 4000 تا 3900 و 4000 تا الان قیمتش چقدره؟ 2600. بنابراین اتریوم توی این نقطه قراره که یک سود بسیار خوبی رو به سرمایه گذارای خودش بده. یعنی مطمئن باشید اتریوم دوباره سقف قبلی خودش رو توی بدترین شرایط ممکن میشکونه. روندش هم عین همونیه که برای بیت کوین بهتون توضیح دادم. اگه کالما هریس بخواد رئیس جمهور بشه، یه خورده با آرامش و یه خورده با نوسانات قراره به این نقطه برسه. و اما اگر دونالد ترامپ که تا الان تو نظرسنجی اینترنتی رتبه 1 رو داشته به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب بشه، یک سود شارپی رو ما شاهد خواهیم بود و افزایش قیمت خوبی حتی تا $5000 رو ما خواهیم دید. میرسیم به آلت کوین ها. ببینید آلت کوین ها هم این چارت اتریوم، ببخشید من تاریخ رو حواسم نبود، و این هم چارت آلت کوین ها. ببینید از تاریخ 2020 که ببینید یعنی یه بازه زمانی رو داریم میگیم که خطا توش کم باشه، چون تاریخ تکرار میشه. اینو که کهنه‌کارای این بازار میدونن. این روند قیمتی آلت کوین هاست، این روند قیمتی اتریوم و این هم روند قیمتی بیت کوین. فرقی میبینید؟ بسیار نامحسوس. بنابراین اون چیزی که قراره توی این بازار اتفاق بیفته یک رشد خوبه و الان مسئله‌ای که هست و خیلی مهمه اینه که کی بخرید. این نقطه وقت خرید نیست. الان بازار رو به رشد. بازار الان از قیمت $52000 رسیده به $69000. اگر شما اینجا میخریدید دیگه اینجا در امان بودید. اما کسایی که میخوان، حالا ما خدمتتون گفتیم تا $80000 قراره تا $88000 قراره بره بالا. کسایی که میخوان از این سود جا نمونن، ما خدمتتون گفتیم که یک رشدی رو ما شاهد خواهیم بود و بعد بیت کوین یک ریزشی خواهد کرد. درسته؟ توی اون ریزشی که میکنه و یک سری نوساناتی بعدش انجام میده و قیمت میره بالا، این ریزشه وقت خرید شما. این ریزش یعنی منتظر بمونید بازار یه خورده دیگه سبز بشه،
ریزش انجام بگیره و تو این ریزش خرید کنید. وقتی که مثبت شده حرکت بازار، نیایید و خرید انجام ندید، چون ضرر خواهید کرد. این برای خیلی ها احتمالاً پیش اومده، یعنی این چیزیه که مطمئناً خیلی ها، حالا یا خودتون یا دور و اطرافیانتون شاهدش بودید. وقتی توی رشد قیمت ها شما میایید و خرید انجام میدید، قطعاً ضرر میکنید. پس فقط و فقط تو هر بازاری که دارید سرمایه گذاری میکنید، توی ریزش قیمت بیایید و خرید خودتون رو انجام بدید. بریم بپردازیم به تحلیل قیمت تتر. ببینید دوستان، تتر یا همون دلار، من خدمتتون باید یه نکته رو اشاره کنم. تتر الان یا همون دلار قیمتش خیلی پایینه. شاید تعجب بکنید بگید 64,000 تومان کجا قیمتش پایینه، اما الان بهتون نشون میدم که چرا، به چه علت من دارم میگم قیمتش پایینه. ما الان برمیگردیم یه خورده عقب‌تر، برگردیم الان یه خورده برمیگردیم عقب‌تر به اول سال 1403. قیمت بیت کوین اینجا قیمت تتر یا همون دلار اینجا چقدره؟ 72,000 تومان. دلار قیمتش از 62,000 تومان رسید به 72,000 تومان و بعد از اون قیمت دلار یک ریزش داشته تو بازه زمانی بلند مدت تا 56,000 تومان. توی این نقطه تا 60,000 تومان، بعد تا 56,000 تومان. بعد حالا نگاه بکنید روند قیمتی دلار رو نگاه بکنید شما، توی یک رنج از بین، بذارید من الان واسهتون اینجا میکشم، توی یک رنج بین 56 تومن تا 62,000 تومن داره دلار حرکت میکنه و در واقع یعنی دلار از رشد خودش جا مونده. ارزش ذاتی دلار برای این حجم از زمان انقدر نیست. بعد از انتخابات آمریکا ما شاهد افزایش قیمت دلار حداقل تا سقف قبلی خودش و بعد از اون ما حتی تا 80,000 تومان هم شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود متاسفانه. ببینید اگر دلار الان بیاد و برسونه خودش رو به 68,000 تومان و توی اینجا احتمالا ما یک سری نوساناتی رو شاهد خواهیم بود، اگر این 68,000 تومان رو بشکنه دیگه رو به بالا میره. یعنی شما بالای 70,000 تومان دلار رو خواهید دید بدون شک. کالما هریس اگر رئیس جمهور آمریکا بشه، این با آرامش اتفاق میفته. اما اگر دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب بشه، این روند شارپیتر خواهد بود، یعنی با تلاطم بیشتری رو به افزایش میره قیمت دلار. بنابراین قیمت دلار الان پایینه، اما بازم دارم میگم قیمت دلارم الان تمام بازار سبزه. واسه یه بازه زمانی ما قراره که ببینیم که قیمت دلار داره بین 64,000 تومان تا 66,000 تومان رنج میزنه، هی نوسان میکنه و پایین اومدنی به نظر من دیگه قرار نیست اتفاق بیفته و قرار روند رو به رشدی رو ما شاهد باشیم. حالا ما برمیگردیم روی قیمت طلا. قیمت طلا و قیمت سکه قراره که روندش به چه شکل باشه. ببینید نمودار طلا رو شما نگاه بندازید. سرمایه گذاری کردن روی طلا هیچ ریسکی نداره. شما نگاه بندازید آهسته و پیوسته در حال افزایش پیدا کردنه. سکه هم همینطور. سکه فقط شارپی تره، یعنی جهش های یک دفعی و چند میلیونی داره. طلا خیلی آروم تره، طلا خیلی نوساناتش کمتره. ما قراره که طلا رو تا قیمت 5 میلیون تومان
و اینجا هم ما میذاریم رو همون 4 میلیون تومان. یعنی دیگه در نهایتش قراره که طلا یک ریزش داشته باشه مثلا تا 4 میلیون تومان و بعد از اون ما قراره که رشد طلا رو تا 5 میلیون تومان هم شاهد باشیم. سکه هم به همین منوال، یعنی شما مطمئن باشید که سکه قیمتش راحت 50 میلیون تومان رو قراره که رد بکنه. به خاطر اینکه پس چی شد؟ ما به خاطر اینکه یک روند صعودی و الان تو تمام بازارها، چه توی سکه، چه توی طلا، چه توی ارز دیجیتال داریم مشاهده میکنیم، احتمالش هستش که یک بعد از این رشد یه مقدار رشد دیگر رو شاهد باشیم که الان وقت خرید نیست و بعد از این رشدها که اتفاق میفتن ما یک نوسانی قراره تو بازار اتفاق بیفته، یک ریزشی توی بازار قراره اتفاق بیفته و ما شاهد یه نوسانگیری توی بازار باشیم که بعد از این رشد یه اصلاحی صورت بگیره توی بازار. این اصلاح دقیقاً وقت خریده و بعد از اون دیگه روند رو به رشد رو ما شاهد خواهیم بود توی این بازار. روند رو به رشد قراره که اتفاق بیفته. حالا نه دقیقاً به این شکل، مثلا بخوام دقیق بهتون توضیح بدم، مثلا یه مقدار اینجوری رشد، یه مقدار ریزش و از اینجا دیگه ما روندمون این شکلی و حتی شاید هم ما به این شکل یک روند صعودی شارپی رو شاهد باشیم. پس دوستان ازتون درخواست میکنیم، بازارهای مالی درسته که بسیار بسیار پرسود هستن، بسیار بسیار جذاب هستن برای کسایی که میخوان درآمدزایی داشته باشن، اما تک تک این بازارها ریسک های خاص خودشون رو دارن و نیاز به دانش مالی داره، نیاز به این داره که شما بدونید چه وقتی وقت خریده، بدونید که چه وقتی موقع وروده و چه زمانی موقع خوبی برای سرمایه گذاری کردنه تا شما پولتون دیگه خواب پول نداشته باشید. حالا ما تحلیل قیمتی انجام دادیم واسه سکه و طلا و خدمتتون عرض کنم دلار و بیت کوین و اتریوم و آلت کوین ها. اما سوال مهمی که پیش میاد اینه که اصلا ما رو چی سرمایه گذاری بکنیم که بیشترین سود رو بهمون بده. ببینید مسئله اینه، فرض کنید شما یک آدم عادی هستید، یک سرمایه مشخصی دارید، تو چه زمینه ای شما باید بیاید سرمایه گذاری بکنید که بیشترین میزان سودآوری رو داشته باشید تو کوتاه‌ترین زمان ممکن. دوستان این چیزی که من باید خدمتتون توضیح بدم، استراتژی که شما واسه درآمدزایی از این بازار باید داشته باشید، کلا تمام بازارهای مالی، فرق نمیکنه تو کدوم بازار مالی دارید فعالیت میکنید، استراتژی که شما باید تو تمام بازارها داشته باشید و اون استراتژی رو حفظ بکنید، سرمایه گذاری بلند مدت، چیزی که ما بارها و بارها اصلا بنیان فعالیت ما این بوده که شما سرمایه گذاری بلند مدت بکنید. چرا؟ چون شما اینجا نگاه بندازید، شما اصلا فرض کن مثلا یک سرمایه گذاری بلند مدت، مثلا شما زمین بخرید 5 سال حداقل، اصلا نگیم 5 سال، 3 سال حداقل وای میستید دیگه، درسته؟ شما فرض کن مثلا یه سرمایه گذاری 3 ساله میکردید، چه مقدار رشد میکرد؟ سرمایه گذاری 3 ساله میکردید چه مقدار رشد میکرد؟ حالا ارز دیجیتال رو نگیم، اصلا طلا رو بگیم، مثلا میایین تو سال 1401 شما سرمایه گذاری میکردید رو طلا، چقدر رشد میکرد؟ روی سکه چطور؟ روی تتر چطور؟ یک سرمایه گذاری 3 ساله مثلا 2022 از 2021 تا 2024 چقدر رشد میکردش؟ ببینید پس سرمایه گذاری بلند مدت، حالا من الان مثلا آلت کوین ها رو هم واسهتون نمودارش رو بیارم، شما اینجا نگاه بندازید، سرمایه گذاری بلند مدت همیشه به شما جواب میده، ریسک بسیار پایینتری داره. حالا تو ارزهای دیجیتال همینطوری که میبینید ریسک یه خورده بالاتره،
طبیعت ببین رشدهای خیلی خوب، یک سری ریزش ها، دوباره یک سری رشد ها، سرمایه گذاری توی ارزهای دیجیتال ریسک بالاتر و به همون نسبت سود بالاتری داره. شما اینجا رو نگاه بندازید، سرمایه گذاری 5 ساله روی بیت کوین 735% به شما سود میده. سرمایه گذاری 5 ساله روی اتریوم به شما 1050% تقریبا سود میده. شما می اومدید اگر روی طلا سرمایه گذاری میکردید چقدر سود میکردید؟ ببینید من عملکرد رو زدم، 6 ماهش 19%. مثلا ما میگیم یک سال یعنی 20 یعنی 40% تو یک سال. من الان تو ماشین حساب براتون بزنم، 40% سود سالیانه طلا توی 5 سال میکرد چقدر؟ 200%. چقدر فاصله داره با بیت کوین؟ چقدر فاصله داره با اتریوم؟ اصلا قابل مقایسه نیست. اصلا شما بیاید بگید که ما سکه رو سرمایه گذاری میکردیم با اینکه انقدر سودا، ببینید مثلا دارم میگم قیمتش از 39 میلیون تومان یهو میرسه به 47 میلیون تومان. این رشد خیلی خوبی داره نشون میده. هر 6 ماه سرمایه گذاری توی سکه 23% تقریبا 24% به شما سود میده. ما میایم میگیم اصلا 25% هر 6 ماه که توی یک سالش میکنه 50%. درسته؟ 50% تو 5 سال میشه 250% سود. چقدر باز تفاوت داره اینجا؟ حالا ما الان اینجا میایم محاسبه میکنیم براتون. ما رسالتمون بر اینه که همه افرادی که توی این جامعه دارن زندگی میکنن، نوجوان، جوان، حتی میان سال، کارمند، اصلا فرق نداره تو چه قشری فعالیت میکنید یا چند سالتونه، هر کسی فعالیت میکنه بتونه سرمایه گذاری کنید تا از این سرمایه گذاری که داره میکنه سودآوری داشته باشه، آیندهش تضمین باشه. و الان من میخوام با عدد و رقم به شما نشون بدم. ببینید شما اگه مثلا فرض بکنید هر هفته 50,000 تومان، چیزی که ما به همه پیشنهاد میکنیم تو حداقل ترین حالت ممکن، هر هفته 50,000 تومان شما بیایید سرمایه گذاری بکنید، یعنی 50,000 تومان پول کنار بذارید واسه سرمایه گذاری کردن. توی ماهش 50,000 تومان میکنه 200,000 تومان تو هر ماه. یک سالش میکنه چقدر؟ میکنه 2,400,000. حالا اینجا شما 2,400,000 سرمایه گذاری میکنید هر سال و نگاه بندازید بیت کوین هر یک سال 131% رشد میکنه تقریبا. درسته؟ الان ما اینجا 131% رو بزنیم یعنی شما سر سال سرمایه‌تون تقریبا شده 5,5 میلیون. حالا این پول اگه تو بانک بخوابونید چقدر بهتون سود میده؟ 24% سود سالیانه. چقدر شد؟ 3 میلیون تومان سود کردید. حالا اگر بیایید طلا بخرید، طلا چقدر بودش سود سالیانش؟ الان براتون میاریم. 40% توی هر یک سال. اینو بکنیم 40%. چقدر سود بهتون میده؟ تقریبا 1 میلیون تومان. سکه بگیرید چقدر بهتون سود میده؟ این هم میگیم 50% تو ماه. توی یک سال 1,200,000 تومان. اصلا شما اگه بیاید دلار سرمایه گذاری بکنید، من عمل کردشو بزنم براتون الان میاد که چند درصد سود میده. هر 6 ماه 6.3%. ما اصلا میگیم 7%. یعنی یک سالش میکنه 14%. اصلا ما میگیم 15%. شما بیاید توی دلار سرمایه گذاری کنید چقدر بهتون سود میده؟ اصلا قابل مقایسه هست با ارز دیجیتال؟ حالا ما این سرمایه گذاری بلند مدت داریم میگیم 3 ساله. اگر شما بیاید روی دلار سرمایه گذاری کنید یعنی 15% سالیانه بود دیگه، درسته؟ ما 15 رو بیایم ضرب در 3 کنیم کنه 45. این 45 سالانه هفته 50,000 تومان سرمایه گذاری کنید توی یک سالش میشه 2,400,000 دیگه. این روند رو برای 3 سال ادامه بدید میکنه چقدر؟ کنه 7,200,000. شما 3 سال سرمایه گذار دلار باشید، نهایتاً پولی که دارید 3 میلیون سود میکنه، یعنی مجموعاً شما 10 میلیون تومان کاسب شدید. سکه چقدر بود؟ 50% سالانه بود دیگه. 3 سالش یعنی 150%. شما چقدر کاسب شدید؟ سرجم 17 میلیون تومان. طلا چقدر بود؟ سالانه 40% بود دیگه.
3 سالش میکنه 120%. چقدر کاسب شدید؟ دیگه 16 میلیون تومان. حالا اینجا رو شما نگاه کنید. 5 ساله بیت کوین رو زده 735%. ما کاری با اون نداریم. هر یک سال 131% دیگه، درسته؟ تو 3 سال یعنی میکنه چقدر؟ 393%. اوکی. ما اینجا میگیم 3 سال سرمایه گذار بیت کوین باشید چقدر سود میکنید؟ چون نکنید رقم چقدر فرق کرد. شما الان سرمایه‌تون تقریبا 40 میلیون شد. درست، ببخشید 35 میلیون 36 میلیون. چقدر متفاوت شد از باقی حوزه های سرمایه گذاری. حالا شما اینجا نگاه کنید، ما بهتون سبد خرید میدیم برای سرمایه گذاری تو ارز دیجیتال. اتریوم چقدر رشد کرده؟ 1500% اتریوم رشد کرده. بیایم یه خود عدد بالاتر ببریم، خسیس نباشیم. بگیم هفته‌ای 100,000 تومان کنار بذارید. 100,000 تومان اصلا پولیه تو این دور زمونه، تو این روزگار. 100,000 تومان تو ماهش، هر هفته 100,000 تومان شما سرمایه گذاری کنید، تو ماهش میکنه 400,000 تومان. پول یه بار کافه رفتنه، پول 4 تا ساندویچ خریدنه. توی یک سالش میکنه چقدر؟ میکنه 4 میلیون و 800. درسته؟ ما حالا میایم میگیم همین 4 میلیون و 800 توی بازه زمانی 5 ساله، درسته؟ میکنه چقدر؟ 24 میلیون تومان. اینو ما بکنیم 24 میلیون تومان. ما داریم آینده نگری رو راجبش حرف میزنیم. اینکه شما تو آینده تأمین باشید، که شما تو آینده بتونید یه کاری انجام بدید. ما سبد خرید بهتون میدیم، یعنی اینکه تو سبد خرید فقط بیت کوین ندارید که ارزهای دیگه هم دارید، مثلا اتریوم هم دارید. 5 سالش 1500% بود، اینم 5 سالش بیت کوین 730% بود. ما یه میانگین میگیریم میگیم 1000%. میگیم 1000% سرمایه‌تون رشد بکنه. این عدد چقدر شد؟ 240 میلیون تومان. درست نمیگم؟ یه مقایسه بکنیم دوباره. سود سالانه طلا چقدر بود؟ 40% دیگه. توی 5 سالش میکنه چقدر؟ 200% دیگه. اینجا رو نگاه بندازید، یعنی 1/5 ارز دیجیتال. سودتون چقدر شد؟ 240 میلیون تومان کجا؟ 48 میلیون تومان کجا؟ 5 سال دیگه مثلا دارم میگم الان 48 روی 24 میلیونتون 48 میلیون اومده دیگه. ما مثلا میگیم شما 70 میلیون تومان دارید. 5 سال دیگه با 70 میلیون تومان میتونید چیکار بکنید؟ 5 سال دیگه با 260 میلیون تومان چیکار میتونید بکنید؟ اینجا انتخاب بین خوب و خوبتره. و هر چقدر که قدیم گفتم پول بدید همونقدر آش میخورید. 100,000 تومان ماهی، 400,000 تومان سرمایه گذاری کردن توی ارز دیجیتال. اینو اگر بیاید مثلا بکنید ماهی 1 میلیون تومان، 1 میلیون تومان یه بار سوپرمارکت رفتنه. ماهی 1 میلیون تومان توی ماهش میکنه 12 میلیون تومان دیگه. توی 5 سالش میکنه چقدر؟ میکنه 60 میلیون دیگه. بفرمایید اینو ما الان میکنیم 60 میلیون. میانگین گرفتیم، سبد خرید بهتون بدیم 1000% تو 5 سال رشد میکنید دیگه. چقدر شد سرمایه‌تون؟ 600 میلیون تومان. من الان مثلا بیام یه چیز دیگه، مثلا سکه رو بیام مقایسه بکنم. بذارید سکه کجا بود؟ سکه اینجا. تو هر 6 ماه، تو هر یک سال 50%. بیاید تو 5 سالش یعنی 250% رشد میکنه. چقدر شد سودتون؟ تو بانک بخوابونید چقدر بهتون سود میده؟ 24% ضرب در 5 120%. خیلی‌ها میگن بهترین راه درآمدزایی اینه که پولت تو بانک بخوابونی. 600 میلیون تومان سود کجا؟ 72 میلیون تومان سود کجا؟ حالا دیدید که به خاطر چی میگیم که سرمایه گذاری کردن تو ارز دیجیتال بهترین نوع سرمایه گذاری و پرسودترینه و تو بازه زمانی کوتاهتری. ببین شما اینجا نگاه بکنید، من یه خورده بیام بالا، شما اینجا نگاه بندازید. سال 2023 16,000 دلار بوده بیت کوین. دلار اون موقع چقدر بوده؟ دلار اون موقع تو سال 2023 39 تومن 40 تومن بوده. الان دلار چقدر شده؟ 62,000 تومن. بیت کوین چقدر شده؟ 68,000 دلار. اینجا شما وارد می شدید
یعنی 42,000 دلار افزایش سرمایه. از اون برم خود قیمت دلار از 40,000 تومان رسیده 63,000 تومان. دو طرفه دارید سود میکنید، هم از رشد قیمت دلار دارید سود میکنید، هم از رشد قیمت بیت کوین دارید سود میکنید. حالا ما هر آنچه که باید و شاید و خدمتتون گفتیم، مسئله جنگ هم که خدمتتون گفتیم ممکنه اتفاق بیفته که روی همه چیز، از طلا گرفته تا دلار گرفته تا ارز دیجیتال گرفته، رو همه چیز میتونه تأثیر بذاره، رو ما توی یه دونه ویدیو خدمتتون توضیحات مربوطه رو دادیم. تو طول جنگ ما اومدیم جنگ رو از بعد اقتصادیش بررسی کردیم و بررسی خودمون رو به صورت رایگان تو 5-6 دقیقه ویدیو پاره از توضیحات خدمتتون ارائه دادیم که شما تو طول جنگ چیکار باید بکنید که فقیر نشید. ببین اصلا شوخی نگیرید، جنگ فقر میاره و این یک مسئله بسیار مهمیه و اصلا نباید اینو نادیده گرفت. شما باید بدونید که چه روی کردی رو خدای نکرده اگر جنگی خواست صورت بگیره باید اتخاذ بکنید که ما توی این ویدیو که اینجا داره بهتون پیشنهاد میشه که میتونید از این بالای صفحه مشاهدش بکنید، اومدیم توضیحات مربوطه رو دادیم که چیکار باید بکنید و اگر هم خدای نکرده این جنگ رخ داد ما تحلیل های دیگه خدمتتون ارائه میدیم که یه آپدیت میکنیم این تحلیل خودمون که اون موقع هم شما بدونید باید چیکار بکنید. خیلی ممنون از این که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. ما تو ویدیوهای بعدیمون سبد خرید بهتون معرفی میکنیم. فعلا بذارید وضعیت مشخص بشه، این تنش هایی که صورت گرفته، این که خدمتتون گفتیم الان توی این قیمت باید ببینیم که حالا خود طلا و بیت کوین و غیره میخوان چیکار بکنن، چه روندی رو قراره در پیش بگیرن، سقف قیمتیشون رو میشکنن یا نه. باید اونا رو بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. حوصله داشته باشید، صبور باشید، این بازار برای افراد صبوره. اصلا همینجا مشخصه. شما نگاه بندازید، کسی که صبور باشه ببینید چقدر رشد میکنه. شاید اینجا یه خورده اذیت بشه، قیمت نگاه کنید رو کفه، هیچ تغییری نمیکنه، اما یک دفعه میبینید که و بعد از این هم خواهید دید که چه اتفاقاتی قراره بیفته و این قیمت ها واقعا ارزش ذاتی مثلا بیت کوین، اتریوم، طلا و دلار نیست. دوستان لطفاً با ما تو شبکه‌های اجتماعی در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو اونجا برامون مطرح کنید. ما پاسخگوی شما هستیم. توی کامنت ها نمیشه خیلی به این مسائل پرداخت، ولی خیلی خوشحال میشیم که توی کامنت ها نظر خودتون رو اعلام بکنید، تحلیل‌های خودتون رو اعلام بکنید، با همدیگه بررسیشون بکنیم، با همدیگه گپ و گفتی داشته باشیم و باقی افرادی که دنبال سودآوری هستن، دنبال کسب درآمد و کسب دانش هستن، از این اطلاعاتی که رد و بدل میشه بتونن استفاده بکنن و یه خیری بهشون برسه. با آرزوی موفقیت و کسب ثروت شما، بدرود.